تو جاده موندی، ماشین دنده نمیگیره، حالا چطور خودتو تا تعمیرگاه برسونی؟ دوستان همینطور که میدونید اسکانیاهای فول کالر و نیمه فول دارای دنده اضطراری هستن. حالا بهتون آموزش میدم که چطوری استفاده کنید. حالا اول ماشین رو روشن میکنی تا باد ماشین کامل بشه. باد ماشین که کامل شد سویچ رو میبندی، وضعیت دنده روی حالت خلاص، دستک رو به پایین نگه میدارین، سویچ کامل بسته. سویچ رو که باز کردید با دست دیگه‌تون بوق میزنه، بوق که زد ول میکنید، دوباره نگه میدارید پایین. روی صفحه میاد وضعیت دنده اضطراری. معمولا با دنده 2 موقع اضطراری دنده 2 رو انتخاب میکنید، دستی رو که آزاد میکنید، یه مقدار پاتو رو پدال گاز فشار میدی، استارت که زدی ماشین شروع به حرکت میکنه. این وضعیت دنده اضطراری هم مال دنده های جلوه و هم مال دنده های عقب. تا دنده 12 هم با دست میتونی به ماشین دنده بدی. دوستان به محضی که سویچ کامل بسته بشه، سویچ رو دوباره باز کنید، از حالت اضطراری خارج میشه.